سلام، امروز میخوام یه غذای خیلی خوشمزه رو با اسفناج بهتون یاد بدم. اول از همه ممنونم که داری ویدیوی پیج من رو نگاه میکنی و اگه لایک هم کنی و سابسکرایب هم بکنی خیلی خوشحال‌تر میشم. مرسی. برای درست کردن خمیرمون احتیاج داریم به یه دونه تخم مرغ، 7 قاشق غذاخوری روغن زیتون و 3 لیوانم آرد و 1 لیوانم آب ولرم. و البته یه قاشق غذاخوری پودر خمیرمایه فوری. اینجا هم دارم تخم مرغ و روغن زیتون با هم دیگه مخلوط میکنم و بعد خمیرمایه رو به آرد اضافه میکنم و آرد و تخم مرغ و روغن و 1 لیوان آب ولرم رو قشنگ با هم دیگه مخلوط میکنم تا به خمیر منسجم دست پیدا کنم. اگه همه مواد رو با هم دیگه مخلوط کردین و احساس کردین که خمیرتون بیش از اندازه شل شده، میتونین یکم آردش رو بیشتر کنین و اگه احساس کردین خمیرتون بیش از اندازه سفته، میتونین یک کوچولو بهش روغن یا آب ولرم اضافه کنین. این دیگه بستگی به کیفیت آرد شما داره. و خب میرسیم به مرحله ورز دادن خمیر. بچه این مرحله خیلی مهمه. سعی کنید تا جایی که میتونید خمیرتون رو ورز بدین تا به یه بافت لطیف و خوبی برسید که وقتی خمیر رو کش میدین خمیر از هم پاره نشه. اینجاها دیگه دستم داشت در میاد. حالا یه مقدار کوچیک خمیر رو برمی‌داریم، امتحان می‌کنیم ببینیم خمیر پاره میشه یا نه و تست ما با موفقیت انجام گرفت. حالا ظرفمون رو چرب می‌کنیم، خمیر رو می‌ذاریم داخلش و سرش رو می‌ذاریم یه جای تقریباً گرم برای 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم بمونه. حالا میریم سراغ درست کردن مواد داخل پای اسفناجمون. بچه‌ها یه مقدار پیاز رو با روغن زیتون خیلی کم تفیدیم در حد اینکه فقط سبک بشه، نمیخوایم پیازمون طلایی بشه. بعد که سبک شد اسفناجا رو بهشون اضافه میکنیم. الان نگاه کنیم این همه اسفناج همش آب میشه میره. خب حالا یه مقدار که آبش کشیده شد نوبت اضافه کردن نمک و ادویه‌های دلخواه. بچه‌ها میتونید هر ادویه‌ای که دوست دارین بهش اضافه بکنید، نمک، فلفل زردچوبه، زنجبیل، هر چیزی که دوست دارید. ولی راز خوشمزگی این غذا اگه گفتید چیه؟ در حد 2 قاشق غذاخوری شیوید خشک. یعنی واقعا نگم از عطر و طعم و بویی که به این غذا میده. فقط حواستون باشه بلافاصله بعد اینکه شیوید اضافه کردید بعد خاموش کنید چون شیوید زود میسوزه. خب حالا 1/3 پنیر سفید فتا رو اضافه میکنیم و نصف اون بسته پنیر ویلی رو اضافه میکنیم به اسفناجی که از روی حرارت برداشتیم. بعد که یه مقدار پنیر را آب شدن داخل موادمون، نوبت اضافه کردن تخم مرغ. 2 تا تخم مرغ لازم داریم، 1 تخم مرغ کامل و یه دونه فقط ما سفیدش رو لازم داریم، زردش رو نگه داریم که بعداً لازممون میشه. حالا میریم سراغ خمیرمون. خمیر رو باید تقریبا به 2 قسمت تقسیمش کنیم. میگم تقریبا چون ما به قسمت بیشترش برای زیر مواد احتیاج داریم و به قسمت کمترش برای روی مواد احتیاج داریم. خب حالا با خمیرمون رو به اندازه قالبی که میخوایم بذاریم داخلش باز بکنیم. خب حالا خمیر رو منتقلش میکنیم داخل قالبمون و سعی میکنیم جاهایی که خالی مونده رو با قسمتی که خمیر اضافیه پر بکنیم و بعدش مواد پای اسفناجمون رو میریزیم روی خمیرمون رو قشنگ پخشش میکنیم تا تمام قسمت‌های قالبمون پر بشه. خب حالا میریم سراغ باز کردن قسمت بالایی پای اسفناجمون.
خب یادتونه بهتون گفتم یه ذره تخم مرغ رو بذارید کنار. حالا میریم سراغ اون ذره و بهش 2 قاشق چای خوری ماست اضافه میکنیم، مخلوطش میکنیم و با یه دونه شوت به تمام قسمت روی پای اسفناجمون میمالیم تا حسابی پای اسفناجمون خوش رنگ و لعاب بشه. بعد بذارید داخل فر که از قبل گرمش کردیم با دمای 180 درجه سانتیگراد برای حدود 45 دقیقه تا 1 ساعت، ولی تو این مدت همش چک بکنید که یه وقت نسوزه. یه کمی هم کنجد میریزیم برای خوشگلی کار. میتونیم بهش چنگال بزنیم که بعد پخت خمیرمون باد نکنه و و اینم نتیجه کار. بچه واقعا این غذا خیلی خوشمزه است. امیدوارم که شما هم درست کنید و لذت ببرید و دوستش داشته باشید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.